مهم نیست که یک شکارچی چقدر بزرگ و ترسناک به نظر برسه. خیلی وقتا پیش میاد که خودشونو کاملا شکست خورده میبینن. حتی خرسا که بزرگترین شکارچیان خشکی هن. گاهی توسط حیوانات دیگه تحقیر میشن و این براشون اصلا قابل هضم نیست. که دقیقا این همون چیزیه که قرار امروز با هم دیگه ببینیم. در یه صحنه خیلی تحقیرآمیز یه خرس گریزلی بزرگ توسط یک فیلمبرداری شده که از یک گروه گرگ داره فرار میکنه که به قلمروش حمله کرده بودن و وقتی سعی کرد که باشون روبرو بشه ترسوندنش. وقتی که خرس تلاش کرد از قلمروش دفاع کنه، گرگ‌ها سری دورشو گرفتن و نه تنها خرس نتونست از قلمروش 10 برابر اونا حفاظت کنه، بلکه در نهایت توسط گرگ‌های متخاصم که مشتاق شروع یک دعوای بد بودن فراری داده شد. با وجود اندازه و قدرت زیادش، خرس خودشو کاملا مغلوب گرگ‌ها دید. باور کنید یا نه، یه خرس گریزلی بالغ خودشو در حال فرار برای نجات جونش دید. بعد از اینکه یه گوزن اونو اشتباه گرفت و باعث شد که بهش حمله کنه، اینجا خرس سعی کرد که بتونه گوزن رو شکار کنه. اما مثل خیلی از شکارا، تلاش شکارچی شکست خورد. به جای عقب نشینی، شکار ناموفق باعث شد گوزن عصبانی بشه و به خرس حمله کنه. این تغییر غیر معمول در نقش‌ها جایی بود که کلیپ ویدیویی ما شروع شد. با گوزن بزرگ که به دنبال خرس فراری می‌دوید، خیلی صحنه خنده‌داری و رقم زد. خرس به وضوح میشد توی چشماش دید که ترسیده و در جنگل می‌دوید تا از خشم گوزن بتونه دوری کنه. یه نبرد واقعا وحشیانه بین یک شیر نر و یک خرس رخ داد. بعد از اینکه این دو به هم برخورد کردن، به محض اینکه شیر خرس رو دید به سمتش حمله کرد تا بتونه اونو از قلمروش بیرون کنه. نادره که شاهد مبارزه یک شیر و یک خرس باشیم، اما این اتفاق افتاد و این برخورد نشون داد که خرس‌ها در برابر پادشاهان جنگل خیلی شانس کمی دارن. مبارزه خشن و کمی طولانی بود و هر دو حیوان تمام تلاششون رو کردن و در نهایت شیر تونست مزاحم و بدون اینکه بکشه از قلمروش بیرون کنه. شیرهای کوهی احتمالاً بیشتر از بقیه گربه‌های بزرگ با خرسا سر و کار دارن. اینجا یه برخورد خنده‌دار بین یک شیر کوهی و یک خرس گریزلی داشتیم که نزدیک یه دریاچه یخزده اتفاق افتاد. هر دو شیر کوهی و خرس نسبتاً جوان بودن و به محض اینکه همدیگه رو دیدن شروع کردن به ارزیابی همدیگه تا ببینن کدوم قوی تره. اما خرس به اندازه شیر کوهی شجاع نبود و در حالی که شیر کوهی به جلو می رفت، خرس سعی کرد که عقب نشینی کنه و فاصله امنی رو بین خودشون حفظ کنه و این صحنه واقعاً جالب بود. این ببر در حال کشتن یک خرس تنبل در یک دریاچه فیلم برداری شد که صحنه رو حتی شوکه کننده تر و خیره کننده تر کرد. ببر خرسو با پنجه هاش نگه داشت و در حالی که گردنش رو به شدت گاز می گرفت تا زمانی که در نهایت تونست که خفش کنه. خرس کاملا در برابر این گربه بزرگ بی‌دفاع به نظر می رسید و بعد از اینکه ببر خرسو کشت شروع کرد به کشیدن اون از آب تا روی خشکی و بتونه که بخورتش. خیلی عجیبه که نبردشون توی آب اتفاق افتاد. شما فکر میکنید چطور به اونجا رسیدن؟ لطفاً نظرتون رو تو قسمت کامنت ها برامون بیان کنید. یادتونه که چطوری اون خرس قبلی از یک شیر کوهی که اندازش هم بود اونجوری فرار کرد. حالا عکس این قضیه اینجا اتفاق افتاده. یک شیر کوهی بزرگتر و بالغتر با یک خرس کوچک و جوان روبرو میشه که خیلی هم تهاجمی به نظر میرسه و سعی داره تا به بچه خرس ترس بده و اونو از پا در بیاره.
اما قسمت شگفت‌انگیز اینجاست که بچه خرس اصلا نمیترس و واقعا سعی میکنه که به شیر حمله کنه. این واکنش خیلی غیر منتظر است و باعث میشه تا شیر کوهی به عمل خودش دوباره فکر کنه. چند بار با پاهایش به بچه خرس ضربه میزند تا شاید به او ترس القا کند، اما بچه خرس پرروتر از این حرفاسو به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنه و به شدت مقاومت میکنه. بعد از چند برخورد شیر متوجه میشه که این فقط یه بچه خرس معمولی نیست و تصمیم میگیره که اونو به حال خودش بذاره و بره و در نهایت بچه خرس از این میدون پیروز بیرون میاد. خب رفقای گل و گلاب، عشق منید، ممنونم که تا آخر این ویدیو رو همراه من بودید و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. لایک و کامنت و سابم که فراموشتون نمیشه و فعلا بدرود.